ملیه خانوم شما گوش بده آخه. نه گوشت با من چی دارم میگم؟ من دارم میگم شما نگران نباش. یه لحظه گوشی. آقا همایون خودت که میدونی بابام رو قول و قرار خیلی حساسه ها. اگه یه دقیقه دیر کنی دوباره میزنه زیر همه چی. آخه واسه چی؟ بابا تو این 5 سال که بابای شما هر سازی زد ما رقصیدیم دیگه، واسه چی مخالفه؟ باباست دیگه، دوست داره دخترش زنه یه آدم درست حسابی بشه. یکی که پول داشته باشه، قیافه داشته باشه، چه میدونم شخصیت اجتماعی داشته باشه. دست شما درد نکنه. یه دفعه بگو ما به درد لاجرز میخوریم دیگه. خاک بر سرم آقا همایون، این چه حرفیه؟ از نظر من شما همه چی تمومی. راست میگی ملیحه. معلومه. ملیحه میگم الان کجایی؟ با کی هستی؟ تنهایی؟ تنها؟ آره تنها. نه دیگه تنها نیستم. اومد؟ میگم ملیحه باورت میشه بالاخره من و تو قراره بعد این همه سال ما هم چیز کنیم، ازدواج کنیم؟ چش میام. مالا زنگ میزنم ملیحه. باشه دیر نکن، منتظرم. خداحافظ. خدافظ.